آنجلس ببین چاقال گوش بده بچه قشنگ دوتا چکه بیشتر نیستی مولچر لئو سیکشتی کسته ننه کفزاته چاقال میگی رپم بعد کسته خاره یه لشکر وحشی هم پشت داشه پس جاکش بده گوش به کارش تو کسته ننه کفزاته چاقال میگی رپم بعد کسته خاره یه لشکر وحشی هم پشت داشه پس جاکش بده گوش به کارش ببین دست دادم بگو 1 2 3 داشت میکروفون منو تو چک کن که وای صدا خشتک ننه جر خورده میگی چرت و بهم نگو چرت و په شغلم واردات و صادرات علفای هر سرکی با من کشید گرفت سرطان من با یه چیزی میگیم زورکی از صدمانی چون من پول دوستم پولکی تر از ماهی و پس دست قبی تو رو بد زد زمین شدی پس بستری با یه چک کفسری دونی خطرناکم کل کش نده تو به زور برو بشین گوشه خونه خشتک تو بگو LEO تو را بسته گهبانش LEO همه محو حرکاته LEO تو شرعل هیجانه اینی که میشنوی داشت نسل گنگساه کسته ننه کفزاته چاقال میگی رپم بعد کسته خاره یه لشکر وحشی هم پشت داشه پس جاکش بده گوش به کارش تو کسته ننه کفزاته چاقال میگی رپم بعد کسته خاره یه لشکر وحشی هم پشت داشه پس جاکش بده گوش به کارش توی شب میکشم اشوارش گرم هش یا من گرست پس کامم پسر از گذشت گوور هست سازنده تر گه کامن یکم سرکارم دارم پس موبایل زر قبل اینکه صدای منو بخوای گوش بدی پشماتم بزن میدم بکشنت که منم حلواتو بخورم 72 تومن طلبه یه کلم همه برنده منم ولی برنده رپم میرم مرحله بدم دارم درجه خفم باید تلف بشه طرف اگه بابام بشه طرف و به ضررش فقط تو هم کستگو بزودی تو کفنت جسد با یه فشنگ میره رو جسدت به درم کسته ننه کفزاته چاقال میگی رپم بعد کسته خاره یه لشکر وحشی هم پشت داشه پس جاکش بده گوش به کارش تو کسته ننه کفزاته چاقال میگی رپم بعد کسته خاره یه لشکر وحشی هم پشت داشه پس جاکش بده گوش به کارش نگاه دورو برم و کسای جور با جوره توی جیبام همیشه کوش یا پودره جوری بکسمون همه هیکل میکل تیری پامون مایه داری عینک ریبن خلاف کردنمونم توی کلبه جنگیره پاتاق شما توی حوزه علمی نقل نوچه دارم نمیتونی حریفم بشی باب در نمیافته حتی جمعیت چین حتی دافلاشید با رپ من فیض میبره لئو شق کنه ملت و سیل میبره رپا شروع کردم از سال 82 آره اون موقع که مینوشتی مشقاتا تو بکن تو کلت مولچر خون خاره کنم این دو بیت هم میگم کن پاره کنم اومدم بالا سره تو در نری بدون با گنگستارم برو بندری بسکش منو کل کل میکنی خار کسته جدیدی این مالت چنده خارتو گایدم ماما بچه قشنگ دوتا چکه بیشتر ریستی مولچر یا فرانوشه بچگی کمپوتر میمونم تلس پیرپیت شدی و سیکشتیر کنی شدی پس بستری با یه چک کفسری دونی خطرناکم کل کش نده تو به زور برو بشین گوشه خونه خشتک تو بگو LEO تو را بسته گهبانش LEO همه محو حرکاته LEO تو شرعل هیجانه اینی که میشنوی داشت نسل گنگساه کسته ننه کفزاته چاقال میگی رپم بعد کسته خاره یه لشکر وحشی هم پشت داشه پس جاکش بده گوش به کارش تو کسته ننه کفزاته چاقال میگی رپم بعد کسته خاره یه لشکر وحشی هم پشت داشه پس جاکش بده گوش به کارش توی شب میکشم اشوارش گرم هش یا من گرست پس کامم پسر از گذشت گوور هست سازنده تر گه کامن یکم سرکارم دارم پس موبایل زر قبل اینکه صدای منو بخوای گوش بدی پشماتم بزن میدم بکشنت که منم حلواتو بخورم 72 تومن طلبه یه کلم همه برنده منم ولی برنده رپم میرم مرحله بدم دارم درجه خفم باید تلف بشه طرف اگه بابام بشه طرف و به ضررش فقط تو هم کستگو بزودی تو کفنت جسد با یه فشنگ میره رو جسدت به درم کسته ننه کفزاته
چاقال میگی رپم بده کست خاره یه لشکر وحشی هم پشت داشه پس جاکش بده گوش به کارش تو کست نه تو فضاته چاقال میگی رپم بده کست خاره یه لشکر وحشی هم پشت داشه پس جاکش بده گوش به کارش دیگه دورو برم و کسای جور با جوره توی جیبام همیشه کوش یا پودره جوری بکسمون همه هیکل میکل تیری پامون مایه داری عینک ریبن خلاف کردنمونم توی کلبه جنگیره پاتاق شما توی حوزه علمی نقنو چه دارم نمیتونی حریفم بشی باب در نمیافته حتی جمعیت چین حتی دافلاشید با رپ من فیض میبره لئو شق کنه ملت و سیل میبره رپا شروع کردم از سال 82 آره اون موقع که مینوشتیم عشقا تو در نری بکن با گنگ سارم برو بندری بکن بسکش کن کل کل میکنی